چه میشد اگر نوری که به آن پناه میبری خود منبع وحشت بود؟ در کفر و نور پروفسور سلیم رازی هولناک رو در پسنامی معصومانه کشف میکنه. چراغ‌ها رو به خاموشی میروند و بیماری مرموزی بیرحمانه در جسم اهالی رخنه میکنه. حقیقت میان اسرار یک جادوگر باستانی و دختر بیچاره‌ای که کلید این معماست گم شده است و پایان کاری خواهد کرد که حتی از سایه خودت هم بترسی. زمزمه بخوان. اگر